چه خبره؟ به چنلمون خوش اومدین. من و دوستم براتون یه ویدیو آماده کردیم که بریم با هم دیگه ببینیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره که کانالمون بزرگتر بشه. ممنون که تا آخر ویدیو همراهمون هستین. میدونی به آب دهن کریستیان چی میگن؟ کریستوف. قشنگ زیاد دهن داد پراب باشه. داشتم با عینک میرفتم دستشویی، با اون گفت چرا عینک زدی؟ گفتم به خاطر آفتابه. میدونی اگه مشکلاتشون حل نشن چی میشن؟ تنگشین میشن. باخدی. یه بایی زنگ میزنه فلسطین، میبینه اشغال نمیتونه باشد. من احمقی داری اینا رو نمیفهمی برای چی نمیدن. یه چی زنگ میزنه فلسطین میبینه اشغاله. میگن فلسطین اشغالی. میدونی چرا باید پشت نماز نمیخونن؟ چون لاک دارن. میدونی چرا هویج نارنجیه؟ چون بهش میاد. حالا میدونی چرا خیار سبزه؟ چون بهش نارنجی میاد. میدونی خواننده مورد علاقه گیاهخوارا کیه؟ با یکیو بدون دیگه. میگن میدونی چرا اسپارتاکوس هیچ وقت بنزین نمیزد؟ چون بیباک. میدونی چرا یخچال برفک داره؟ چون آنتن نداره. میدونی چرا پرنده ها به جنوب پرواز میکنن؟ چون برای اینکه پیاده برن خیلی دوره. میدونی مربع ها چرا هیچ وقت با مستطیل صحبت نمیکنن؟ چون متوجه ارزشون نمیشه. میدونی اگه دستگاه کارتخوان داشته باشیم تو باش چیکار کنیم؟ به همه پوز بدی. میدونی اگه شلوارتون در حال افتادن باشه باید چیکار کنیم؟ باید بهش یه نیم نمره بدیم که نگیم. تو خیلی مقاومی بخند. میدونی پینوکیو به جای این که مثلا اگه می‌خواسته تتو کنه بره پیش تتو آرتیست پیش کی میرفته؟ پیش منبت کار. میدونی پول نارگیل از چیه؟ پول نشسته از چیه؟ چی؟ خب آفرین. پول بچه از چیه؟ میدونی ماهی غذاشون تو چی سرخ میکنن؟ تو آدم خوابه. مسخره. میدونی وقتی تلویزیون ها با هم کار خصوصی دارن به هم چی میگن؟ برو بیا تیوی کارت دارم. مسخره است. میدونی اگه ماکارونی پرخوری کنن چی میشه؟ نودل میکنن. این خیلی قدیمه.
بچگی من هر جا میرفتم اینجوری کلاس بقیه میگفتم دو تا گوجه فرنگی با هم دعواشون میشه، یه گوجه سبز میاد جداشون میکنه، گوجه فرنگی ها بهش میگن سید تو دیگه بخارت نکن. روباهی به زاغ گفت چه دومی چه سری عجب پایی، زاغ عصبانی شد گفت بی‌تربیت خجالت بکش. موقع من کلاس اول بودم ولی میگه شوهر دارم. یارو میره مغازه میپرسه خیارشور دارین؟ طرف میگه آره. میگه میشه از خیاره منو بشوری؟ قیافش این یه فکته. خب چیزی میگه چرا میلیاردر رو میلیونر داریم ولی هزارره رو نداریم؟ در حق ما معمولی همیشه اشکاف میشه واقعا، چون هم هزارره هم ندارم تک تومنی. یارو دنبال قوری میگشته، این ور نگاه میکنه نیست، اون ور نگاه میکنه. از طرف میپرسن میدونی آبشار چیه؟ میگه آره بابا همون رودخونه دیواری رو میگن دیگه. وای این فیلم کنم تکراری باید بسار بخونم، ولی چیزه واقعا حقه، چون که بعضی خیلی بیادب صحبت میکنن. یه بچه ها داشتن تو کلاس سر صدا میکنن، ناظمشون با عصبانیت میگه من اینجا طویله است، بچه که نه آقا اشتباه اومدی. یارو یه کله پزی فروشندهش میگه باقی به فروشنده میگه چشم بزن. من پویست اشتباه. یارو میره کله فروشندهش میگه چشم بزن.